من 11 ساله یکم نام توجیکستان مش 11 کرده چمپیون آسیا تو پاسده پریزون چمپیونات جهان مش من با امید کردم که تئوری تبین ان شاء الله ترینировка خوب که چمپیونات میبریم. سحر بگم ماش کردم یعنی دین پریدن رفتن مبلغ نیست میگم نصیر بزرگ نفهمیدم حساب خطو میگه بله و اکای خیرلو گفته بود خیرلو از 3-4 ماه پیش زنگ زد که تئوری تا خوب این ما روان میکنیم برای چمپیون میر یگانه سامبیست سیاش خطی که با امیدیم که چمپیون جهان بشه. سحر بگم ماش که ترموس اینا وقتی رفتن شد اینا یکی مبلغ نیست کسی میخواه حساب خودش که مهم است. سحر بگه ازال به اومدنی نیستم. سحر بگه مینت که بریم هم امید آرزو داریم که مدال تیلا و وطن رو بگیریم بیاریم 4 بار دیم شده گیرم سیم یاد بار گفتم انشالله که الله نصیب کنه روز یکم میشیم. در سپورتزال دارم خدام بانم گفتم سپورتزال شدم در شهر سوزان دیتا در اینجا تیوری من خوب دارم زیاده 30-40 شاگرد خوب دارم هم از وزنه کلان مشقام سحر دیگه خوبم. جزو عبده ما ایمال چمپیون ریسپوبلیکا شد در سامبو وزن فیلزده چمپیون شدم. ما تیار مسلمی شاو بگه ما هم امید آرزو دارم که برم چمپیون شدم که برم توجیکستان یک بار زیاده 40 سال شده بابای سیمومی نه یگان آدم چمپیون شدگی نیست 4 بار یگانه آدم سیاج من دیگم شدگی هم امید آرزو دارم که یک بار مدال تیلا و بیارم که با خاطر هم که مهنت‌ها و شکنجه‌ها یک بار همین کلکن توجیکستان در دنیا یکم بخیده همین امید آرزو دارم یک بار چیزی دیگه ندارم است.